سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره با هم 14 تا برنامه‌ای که با هوش مصنوعی کار میکنم رو با هم دیگه آشنا بشیم. فکر کنم که خیلی براشون انگلیسی صحبت کردن سخت باشه، یا اینکه دوست دارن برنامه‌ای داشته باشن که هر روز یادآور زبانشون باشه. حالا من اومدم یه اپلیکیشنی بهتون معرفی کنم که کمکتون کنه. اپلیکیشن السا، مخفف English Language Speak Assistant، یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های اندرویده. حتی کاربران میتونن روی تلفظ خودشون و جملات انگلیسی بدون اشتباه به کار ببرن. السا انواع مطالب آموزشی و تلفظهای صحیح رو بدون پرداخت هزینه در اختیار کاربران گذاشته و اونا رو از گزارش عملکرد و پیشرفت خودش آگاه میکنه. حالا با هم بریم چند تا از کاربردهای اپلیکیشن السا رو ببینیم. 1. آموزش اصطلاحات رایج. 2. ارائه دوره‌های درسی تخصصی. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدار.